مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیمی زنگ میگه که منم دالشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید و کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده هم سابسکرایب کرده باشید که اگر سابسکرایب نکردید قطعاً نصف مسیر بهشت رو نرفتید. حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید که هر چقدر این ویدیوها بیشتر دیده بشه دست یه سری از این مدیرهای فاسد که دارن به خود شماها نامردی و خیانت میکنن توی ایران رو خواهد شد. من که خارج از ایرانم، البته خانواده‌ام داخل ایرانن، قطعا یه سری از این موضوعات، گرونی ها، فقره ها، بدبختی ها به صورت غیر مستقیم هم رو من تأثیر خواهد گذاشت و روی خیلی از کسایی که خارج از کشور هستن، به هر حال خانواده‌اشون تو ایران. اینا بگذریم، اما یه سری از این مدیرها هستن که از جایگاه خودشون سوء استفاده میکنن و از جایگاه خودشون برای رسیدن به اهداف کثیف، نجس به قول خودشون یا شیطانی خودشون استفاده میکنن و اگر هر چیزی تو اون مملکت واسه مردم عادی حرام باشه، ممنوع باشه، واسه اینها قانونیه. فرقی نداره اون کار میتونه اختلاس باشه، میتونه دزدی باشه یا میتونه لواط باشه. امروز هم یه افشاگری دیگه داریم از این چونچونک بازی ها و لواط های یکی دیگه از این مدیران اون مملکت که پکیج کامله. یعنی حالا ما با اینا کار داریم و تا دلتون بخواد من از این افراد فیلم و عکس دارم و نشونتون خواهم داد. البته یه عده اعتراض میکنن که آقا چرا این تصاویر رو توی یوتیوب نمیذاری، توی اینستاگرام نمیذاری. بارها گفتم اما بازم میگم چون ممکنه که خیلی از مخاطبین همین الان به ما پیوسته باشن که افشای تصاویر در یوتیوب و اینستاگرام قوانین خاص خودش رو داره و قوانین سختگیرانه‌ای داره و هر تصویر و فیلمی رو نمیشه پخش کرد. به خاطر همین ما تصمیم گرفتیم که این تصاویر رو به صورت محدود و برای مدت کوتاهی در کانال تلگراممون بذاریم، در کانال تلگرام بکاپ پشت پرده و بعدش هم پاک بکنیم، به خاطر اینکه ممکنه ریپورت بشه و دوستان ارزشی ساندیسی دوست ندارن که چونچونک بازیاشون و لواتشون لو بره. یه در دوستانم میگن آقا کجا چی میگی مگه هست؟ الان بهتون دیگه تصویری نشون میدم، بعدش هم افشاگری جدیدمون رو بهتون خواهم گفت. این تصویری که میبینید تصویر کانال تلگرامی برای پشت پرده است. اینم آیدیشه، پشت پرده تیوی توی تلگرام. اینم آیدی من تو تلگرامی که پیام بدید من خودم مستقیم میخونم پیاماتون رو. بقیه کانال ها هم فیکه، نمیدونم به اسم من زدن، همشون فیکه. همین یه دونه کانال رسمی ماست که اولوش 316,000 تا لحظه ضبط این ویدیو سابسکرایب داره. احتمالاً بالاتر هم خواهد رفت بعد از ضبط این ویدیو. هم اینجا من یه دونه لینک گذاشتم، هم این بالا نگاه کنید یه دونه پین داره، بزنید روش شما رو هدایت میکنه به این کی پیام. روش که بزنید اینجا تمام فیلمو برن بالا، چون فیلم‌ها بدون سانسوره پخش میشه. تمام فیلم‌ها توی این کاناله به اسم تاپ، به قول آلمانی‌ها تاپ آین. سالا چون ممکنه که شما یه چیز دیگه بخونید، آینس مثلا بخونید اینا. پس چی شد؟ میاد تو کانال تلگرام پشت پرده، لینکش هم تو این توضیحات گذاشتم اگر بخواید تصاویر رو ببینید. وارد کانال تلگرامی پشت پرده میشید، اینجا روی این پینه این بالا برم پایین نوشته دیگه فیلم کامل غیر مدت تا دقایق، بزنید روش این میاد و بعد این روی این بزنید وارد این کانال میشید. این کانال بکاپ ماست که ویدیوها اونجا پخش میشه. قابل توجه دوستانی که بک‌گراندمون چرا رفت، قابل توجه دوستانی که میگن آقا تصاویر رو چرا پخش نمی‌کنی یا تصاویر کجا هست و داری الکی میگه، آقا اونجا گذاشتیم منم نشونتون دادم، برید داخلش همه چی هست. هر چی هم که ما افشا میکنیم توی یوتیوب راجبش توضیح میدیم، اینجا دیتیلاشو میگیم، اطلاعات و آمارشو میدیم، اونجا تصاویرشو پخش میکنیم، هر جایش هم که بتونیم توی یوتیوب پخش میکنیم. اما امروز میخوایم راجب این چهره صحبت بکنیم. من یکم باید تصویر رو بزرگتر بکنم. آقای محمد باقر بزرافشان، اینا با موس هم دارن.
ایشون کی معروف شد؟ موقعی که آقای قالیباف توی جریان انتخابات، آقای هم که قالیباف توی برنامه انتخاباتیش داشت میرفت که سخنرانی بکنه، یه شهروندی میخواست دست بزنه به قالیباف و این آقا دقیقا مثل سگ پاچگیر، حالا بعض وقتا ولی عده میگن که سگ نمیدونم اعتبار اومد دست این شهروند رو گاز گرفت. یعنی توی شما اروپا شاید براتون جالب باشه که اصلا سگ گاز گرفتن اصلا قفله واسه سگ، این گاز نمیگیره سگ، یعنی اینقدر ملوس و جیگیلی بگیلی این اصلا سگ گاز نمیگیره تو اروپا، اینا تو ایران گاز میگیرن. این چراغای محمد باقر بزرفشان که بعد از اینکه این تصویرشون منتشر شد و خبرنگارا شکار کردن این تصویرشو، قالیباف هم گفت اوف چه آدم پاچگیریه، این خوراک خودمونه، اسکل مسکل هم هست. اومد کردش رئیس ستاد مدیریت بحران شهرداری، یه سمت بهش داد. شما تو آمریکا هر چقدر وحشی تر باشی سمت‌های بالاتری میگیری. مثلا نخبه پرورینو که سرش گرد قربونش برم، پخمه اولویت داره به نخبه. اومد شد رئیس ستاد مدیریت بحران شهرداری و با دریایی از امکانات و آپشن ها و شد خدنگ قالیباف. اصطلاح خودمون نوکر قالیباف شد که بره این ور اون ور هر کاری که دلش میخواد انجام بده. یه مدت بعدش حراست ستاد مدیریت بحران نامه میزنه به حراست ارشاد شهرداری که داداش این آقایی که شما کردید رئیس ایشون لواطکار، البته دوگانه سوز، هم با آقایون هم با خانم هاست که تصاویر لو رفته ایشون رو من در همین کانال بکاپ منتشر خواهم کرد. ایشون دوگانه سوزه و داره ترتیب در میده و توی نامه‌ای که نوشته بوده توضیح داده بوده که در خارج از ساعات اداری ایشون یه سری بچه خوشگل رو میبره تو اتاقش و درم قفل میکنه تا پاسی از شب اونجا احتمالاً نیایش و راز و نیاز میکنن و کارهای دیگه میکنن. اصلا لواطی اینا که اصلا استخف، اینا مدیرای انقلابی ان. حواستون باشه. چند تا تصویر دیگه هم ایشون داره دیگه، اینا این آقا با این همه ریش و پشم و اینجا حواستون باشه. اینا هم مثلا دل نمیدم بکن، میگم برو بابا این شعر و ورا چیه داری میگی؟ ایشون مدیر انقلابی، شما از ریش و پشم نگاه بکن، ایشون 2 دقیقه دیگه شهید میشه. اینا مثلا تو معارفشون هم میبینید که ایشون رو کرده بودن رئیس ستاد مدیریت بحران شهرداری. توضیحاتش هم این پایین هست، حالا ما عکسش فقط بهشونشون. آقایی که گاز میگیره با گاز گرفتن سمت گرفت. خلاص توی جریان سال گذشته و چند سال گذشته که حالا توی ایران بود و مردم ریخته بودن توی خیابون‌ها و اعتراض کرده بودن، ایشون که به عنوان رئیس ستاد بحران شهرداری تهران بود با یه سری از اراذوروباش دیگه با زنجیر چرخ میرفته و زنها و دخترای مردم رو کتک میزده، خودش و همکارانش، تو رئیس ستاد مدیریت بحران که بوده. خلاصه حراست که نامه میزنه به ارشاد قبول نمیکنه، میگه نه اینجوری نیست و ایشون آدم پاک دامنی و اینا. خود حراست ستاد مدیریت بحران دست به کار میشه و یک روز موبایل این آقا رو کش میره و دسترسی پیدا میکنه به تصاویر داخل موبایل آقای بزرفشان و به تصاویری دست پیدا میکنه که اینا قابل پخشاشه. خب آقای گاز بگیر یه سری تصاویر داره که پخش میکنن تو کانال، اصلا پشماتون میریزه ببینید لواتاش و ایناش. مشاور آقای قالیباف هم هستنشون، کرکوپر همه میریزه ببینن این تصاویر رو. خلاصه این تصاویر لو میرو خدمت حراست شهرداری اعلام میکنن. اینجا چرا حراست ارشاد اشتباهی من حراست شهرداری به حراست شهرداری اعلام میکنه داداش ایشون ببینید این تصاویرشون. میگن اینجوری شد بریم خدمت آقای قالیباف که اون موقع شهردار بوده اعلام میکنیم که بعدش هم آقای قالیباف رفت تو مجلس، ایشون هم توی شهرداری همچنان سمت داشت. میام به قالیباف میگم، قالیباف هم میگه حالا باشه و فلان اینا، تودیش نمیکنن تا ماجرای مهسا امینی که ایشون میاد و زنجیر چرخ و این چیزا رو میزنه که یکی دو تا از رسانه ها میان تصاویر ایشون رو پخش میکنن در حین کارهای اداری، دیگه مجبور میشن دیگه. البته استفادهشون هم ازش کرده بودن دیگه، با زنجیر چرخ رفته بود مردم رو زده بود و کتک زده بود، 1000 تا کارم کرده بود دیگه. استفاده خودشون از این آدم کرده بودن. بعدش چیکار میکنن؟ میگم بفهم برو
دنبال بازی تو اخراجش میکنن. مش نمونه خرواره. یعنی شما تا دلتون بخواد از این نوع مدیرها تو مملکت زیاده که انواع و اقسام کثافتکاری ها رو انجام میدادن بعد از ساعت‌های رو. بعد مکانم قبرستان نمیدونم پول در میاد دزدی میکنه، خونه بگیر تو محل کار، استفاده از امکانات دولتی، یکم از این اسپانسر برنامه استفاده بکنید، درجه حرارتتون بیاد پایین در محل کار. دم شما گرم. این تازه اولش بود، از امروز میخوام شروع بکنیم. حتما کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو دنبال بکنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید که آرشیو زیادی هارد رسیده دست من از فیلم کیونک بازیای اینا که همینجا توضیحاتش رو میدم، دیتیلش رو بهتون میگم. من تصاویرش رو تو کانال تلگراممون کانال بکاپ براتون پخش خواهم کرد. خیلی مخلصیم، دمتون گرم.